یک مفهومی است میگه که زندگی شهر بازی نیستش که کلا به ما خوش بگذره و ما هیچ اتفاق بدی رو تجربه نکنیم و مدام در لذت باشیم. اتفاقا قرار لحظات سخت هم داشته باشیم، لحظات استرس هم داشته باشیم، قرار رنج هم بکشیم. اما چی کار کنیم که در این شرایط تاب آوریمون افزایش پیدا بکنه، بتونیم از پس لحظات سخت بر بیاییم و ته مسیر قوی شده باشیم. رزیلینس یا مفهوم تاب آوری نتیجه سازگاری موفقیت آمیز یک فرد در شرایط دشوار و سخت و چالش برانگیزشه، چه از لحاظ عاطفی، چه از لحاظ ذهنی و چه از لحاظ رفتاری. یه سری مهارت ها وجود داره که مؤثر در افزایش تاب‌آوری ما در شرایط سخت. اولین تیپ اینه که راجع به احساساتمون، چیزی که تجربه میکنیم، با افراد امن زندگیمون صحبت بکنیم. این فرد امن میتونه خانواده ما باشه، میتونه یه دوست باشه، میتونه تراپیستمون باشه. احساسات ما لیبل نمیزنه، قضاوتمون نمیکنه و ما راحت میتونیم راجع به چیزی که تجربه میکنیم باهاش صحبت بکنیم. یک لیست از کارهایی که تحت کنترل خود شماست تهیه بکنید. قطعاً از 100% اتفاقات یه 50% هستش که زندگی برای ما رقم میزنه. واقعاً هیچ کنترلی روشون نداریم. باید راحت بپذیریم. اما یک 50% دیگه هم وجود داره که کاملاً تحت کنترل ما هستش. ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، دست به چه اقدامهایی بزنیم که شرایط رو به بهبودی ببریم. نکته بعدی این که یک فضای آرامش بخش و امنی رو برای خودتون ایجاد بکنید که شما به دور از اخبار و افراد باشید و بتونید تایمی رو با خودتون بگذرونید. مهارت بعدی این که شما وقتی یک موقعیت چالش برانگیز رو دارید سپری میکنید، شرایطتون سخته، یه سری تغییرات فیزیکی و هورمونی که نتیجه استرس میتونه باشه ممکنه شما رو اوور سنسیتیو بکنه راجع به یه سری از موقعیت ها. ساده بگیرید، خیلی نخواید حساسیت نشون بدید به اینکه دوستتون چی کار کرد، خانواده‌تون چه برخوردی داشت، خودتون چرا نتونستید صدتون رو بذارید. این موقعیت رو آگاهی داشته باشید که موقعیت سختیه و شما نیاز دارید که برای خودتون و دیگران آسون بگیرید. حتما یه سری فعالیت هایی رو در طول روز انجام بدید. یک لیست از کارهایی که باید در طول روز انجام بدید داشته باشید. هر چند صدتون رو نتونید بذارید برای اون کارها، یا حتی گاهن انرژیتون خیلی کم باشه و نتونید همشون رو انجام بدید، سعی بکنید که یه سری از اون آیتم ها رو تیک بزنید. از خودتون، سلامت روانتون و جسمتون مراقبت کنید. فردی یا اخباری، موقعیتی که استرس شما رو بیشتر میکنه، موقعیت‌های ناخوشایندی رو برای شما ایجاد میکنه، فاصله بگیرید. چرا؟ چون شما دارید در حال حاضر یک موقعیت چالش برانگیز رو میبرید جلو. و حتما یک چشماندازی از پایان این برهه داشته باشید. وقتی برهه سخت تموم شد چه اتفاقی میفته؟ تاب‌آوری شما بیشتر شده، شما قوی تر شدید، شما توانمندتر شدید، شما دیگه میدونید در شرایط سخت چه کاری باید انجام بدید.